وای. بیا حشره اینجا چی کار داره؟ جایی که غذا نیست که حشره نداره. آها، پس داشتی سر به سرم میذاشتی. منم ساده قصه میخوردم واسه خلیل خان درد سر درست کردم. این اصلا درست نیست. حالا تو بخند. واسه اینکه بیایی تو گفتم. اینجا رو نگاه کن. مگه میشه نداشته باشه؟ تو یکم استراحت کن. الان اینجا گرم میشه. خیلی خوب. باز کجا میری؟ من جلوی در میمونم. تو نگران نباش. راحت باش. نه فکر کنم تو اینجا باشی من راحت ترم. بیا اینجا پیش من بشین. حتما تا 1-2 ساعت دیگه آفتاب میزنه. تقریبا. شاید هم بشه 3 ساعت. میخوایی تا یکم بخواب استراحت کن. صبح میریم سمت آبادی. حتما اونجا یه ماشین چیزی پیدا میکنیم. پاشو بریم. خان منتظرته. کجا؟ بیا دیار جون، بیا بریم. دارین کجا میرین داداش جلی؟ مامانم کجاست؟
هیئت و منو جمع شدن خان، همه اومدن. خلیل؟ نیومده خان. اوه ای بذار اون بره دنبال دختر بازیش. صبح بخیر. خوابم برده بود. پات چطوره؟ هنوزم درد داری؟ نه بهتره. خوبه دیگه، وقت رفتنه. هوا روشن شده، بگی اینو بپوش. بریم. آرام. صبح بخیر. آقا قدیر اومده؟ هنوز نیومده جیلان جون. میخوای برگردی سر کار؟ آره. به سلامتی. برو بشین منتظر باش. خشکت زده. پس من برم تو اتاق شاقین، قراره جلسه داشته باشیم. خودم آماده میکنم. باشه، میل خودته. خوش اومدین. آقایون، دعوت ما رو پذیرفتین و پا شدین از ده و روستا اومدین اینجا. خوش اومدین. اما خلیل خان نمیتونن بیان. ما شروع میکنیم. موضوع خیلی قابل توضیح دادن نیست، برای همینم من کشش نمیدم. آشتی ما با بزبیلرها دیگه اعتباری نداره. میپرسین چرا؟ به خاطر این نامه اعتراف ما را با محموده که به جرم قتل پسر عموم 20 ساله تمومه که توی حبسه. این نامه ثابت میکنه که قاتل کامل عمر بزبیخان هستش و هیچ کس دیگه ای نیست. حالا پس گرفتن دخترمون و انتقام از کسایی که گولمون زدن حق ماست.
تو برگرد جلیل. داداش، داداش، به جای اینکه روزی 1000 بار منو بکشی، یه بار بکش و خلاصم کن. داداش، این شکنجه رو تمومش کن. خانم آقا، دوباره که زود بیدار شدی. دیا رو خواب دیدم، داشت داد میزد مادر نجاتم بده. گرسنه و تشنه افتاده بود اونجا. نمیشه امینه، اینطوری نمیشه. دخترم از اونجا در میارم. برو براش یه صبحونه مفصل درست کن، هرچی که دوست داره براش درست کن. نمیدونم، هرچی که خودت میدونه امینه درست کن دیگه. خانم آقا، قدیر خان عصبانی نشه. امینه، هرچی من میگم گوش کن. خودم با قدیر حرف میزنم. امینه تلفن رو برام بیار، زود باش امینه. خدایا خودت دیا رو به من ببخش، خدایا خودت بچم رو به هم ببخش، خدایا جلوی پسرم رو بگی. داداش،
بیا خانم آقا بگیر. بدش به من. بردارش پسرم، برش دار، تلفنو بردار پسرم. خانم آقا قربونت برم. چی شده شبه؟ دیارو صبح بردن. کی برده؟ آب داروشو بیار. عطر لیمو بیاریم. داروشو بیار. خانم آقا کی برده آب جمینه؟ بگو دیگه. قدیر خان برده. دیگه به جای حرف زدن کمک کن. خدای من. وای. پسرعموی من که یه جوراییم فامیل هر کدوم از شماها میشه، برادر خلیل که توی این دنیا تنها برادرش بود، کامل پهلوانی خان رو عمر بزبیخان کشته. البته همینطوره، محمود که تنها نبوده. اون با دست خودش نکشته، اما راضی شدیم بهش دختر بدیم. آقایون، بزبیها 20 ساله با 1000 دوز و کلک این حقیقت رو مخفی کردن و ما رو گول زدن. اینم مدرکش که واضح و روشن همینجا دست ماست. حالا پس گرفتن دخترمون، به هم زدن آشتی، مجازات اونها به خاطر کاری که کردن حق ماست. خسته شدی؟ نه اونقدر خسته نشدم. خنده دار نیست، نه جرثقیلی هست، نه تلفن آنتن میده، نه تاکسی هست. اتفاقاتی که افتاده غیر قابل باوره. خب به شهر ما خوش اومدی خانم دکتر. چی بهت گفته بودم؟ بهترین کاری که ما اینجا بلدیم انتظار کشیدنه. صبر میکنیم. اینجا نفس تازه میکنیم. یکم دیگه ماشین رد میشه. خلیل خان چی میگه؟ در غیاب خلیل خان حرف زدن درست نیست. ناحقیه، برادر و خواهر اونن. اول باید با خودش مشورت کنیم. چی بگم؟ حتما خلیل خان کار مهمتری از کار ما داره که هیئت امنا اومدن خودش نیست. خلیل بیاد میخواد چیز دیگه ای بگه. معلومه باید چی کار کنیم دیگه. آهان، حرف راست همینه. کار ما معلومه. مثل همیشه آداب و رسوم میگه باید چه کاری انجام بدیم. خلیل خانم رو قاعدمون پا نمیذاره. خلیل خان چند ساله داره سر و کله میزنه، خسته شده. با عنوان پسرمو حمل کردن بارش وظیفه منه.
حالا که گولمون زدن، حالا که با ما بازی کردن، هم آشتی هم عروسی که به خاطر آشتی بی اعتبار شده. البته هر اتفاقی هم که افتاده باشه هیئت امنا نمیتونه بدون خلیل خان تصمیم بگیره. پهلوانی ها تصمیمشونو گرفتن. آشتی بی اعتباره. البته سلام علیکم. علیکم السلام. من خلیل پهلوانیم. بفرما. کجا داری میری؟ میرم بازار. خوبه، ما رم تا بازار برسون. بفرما، این پشت براتون جا هست. خودمون درستش میکنیم. بیا پاتو بذار اینجا. را بیافت. یکم تکون میخوره اما کاریش نمیشه کرد، چیزی نمیشه. نه به نظر من راحته. راحت نیست اما باید تحمل کنی. چقدر خوبه، خیلی کیف داره. اگه خیلی خوشت اومده واسه یه تراکتور بخریم با اون بری سر کار خانم دکتر. والا نه نمیگم. خدایا خواستی داغی یه اولاد دیگه ببینم. پسرم قاتل خواهرش میشه. بعدن چطوری تو چشماش نگاه کنم؟ دیارم خانم آقا قربونت برم، بیا از اینجا بریم. بیا ببرم تو اتاقت بخواب. ها امینه ولم کن. برو تنها بذار. تنها بذار. دخترم و موقعی رفتن بغل نکردم. بوشو حس نکردم. خانم آقا یه بلایی سرت میاد. ولم کن امینه، برو ولم کن. نرین تو، هیچ کسو نمیخواد ببینه.
گناه بزرگی گردنمونه بیناز. دختر جوون رفت. آخه به ما چه مربوطه؟ تقصیر امیرعلیه. همش تقصیر منه. باعث مرگ دیار شدم. خدایا تو جون منو نگرفتی. حداقل از امیرعلی خلاص شدیم. زنده نمیذارن بمونه. دختر تو وجدان نداری؟ دارم. خیلی هم ناراحت شدم. اما دیگه شده، چی کار کنم؟ خدا رو شکر منو ول کردین اینجا رفتین. داداش خواهش میکنم داداش. فشو عوضی. داداش ما به خدا همدیگر رو دوست داشتیم. باور کن تو رو خدا بهمون رحم کن. بس عوضی، مثل آدم که نتونستی زندگی کنی، حداقل مثل آدم بمیر. داداش تو رو خدا داداش ما همدیگر رو دوست داریم. تو رو خدا داداش تو رو خدا ازت خواهش میکنم. اشهد تو بخون. خانم آقام که باشی، خانم که باشی، پوچ 2 بچه‌شو پشت هم از دست داد، مثل کوه بود، داغون شد بیچاره. آبجی امینه، حالا پسره رو چی کار میکنن؟ زنده نمیذارنش مگه نه؟ تا الان نفس اونو بریدن. آخه این دختر خوشگلم عزیزم، من بزرگش کردم. حتی یه بار هم طعنه نزد، یه بارم رو ترش نکرد. نه دختر خوشگلم، دخترم شادی این خونه بود، قصه این خونه شد. برو پیش خانم تنهاش نذار، با اون دیگه سر و کله نزنیم. باشه زود باش، برو اینجا وایسا. باشه. مادر درو باز کن. صدامو میشنوی؟ قدیر، نه دلم میخواد صدا تو بشنوم، نمیخوام قیافتو ببینم. برو از اینجا. مامان جون، من اومدم، درو باز کن. دیار دیگه گریه نکن. دختر قشنگم، عزیز دلم، گریه نکن. داداش چطوری دلم بیاد من آبجی؟
چطوری میتونم؟ بگو چی کار کنم؟ دلم نمیاد. اما چطوری بذارم اون بیشرف زنده بمونه دیار؟ دلم نمیاد تو رو خاک کنم، بذارم زن اون مرتیکه بشی؟ داداش مجازاتم هر چی که باشه من راضیم. اگه قرار منو بکشی صدام در نمیاد. حتی اگه بگی زن اون مردشو بازم هیچی نمیگم. هرچی بگی قبوله داداش، قبول میکنم داداش. پسرم هر کاری لازمه میشه مادر. حرف زدم با اون، ولش کن. جلیل ننه باباشو میاره، میان خواستگاری عقدشون میکنین، تموم میشه، میره پی کارش. دیار عزیزم، دیگه نمیخواد قصه بخوری. بلا به دور باشه، انشالله خوشبخت میشی دخترم. اگه قراره رو چیزی رو بپوشونیم کامل بپوشونیم، طبق آداب و رسوممون، مثل دخترای خان عروسش کنیم. همه کاراشم خودم میکنم، تو کاری نداشته باش. مادر هر کاری میخوای بکنی بکن، کشش نده. این موضوع هر چی زودتر تموم شه بره. داداش تو رو خدا بگو من زدمش، من میرم دیگه منو نمیبینی. تو رو خدا داداش قسم میخورم، خدا منو لعنت کنه داداش، منو لعنت کنه. تو دیگه چه آدمی هستی مرتیکه؟ خدا نکن. بفرمایید خان. جلیل نزنش، به اون مرتیکه بگو بره خونواده‌شو بیاره، بیان دختره رو خواستگاری کنن. بهش بگو هیچکی حق نداره لب از لب باز کنه، تو هم بالا سرشون باش. باشه خان، رو چشم. قدیر چیه؟ صبر کن، میخوام باهات حرف بزنم. وقتی پای خواهرت میاد وسط آدم دل رحم میشی نه؟ منم زنتم، چرا به من رحم نمی کنی قدیر؟ برو رد کارت، کار دارم زیلان. آخه بابا من نمیفهمم، گناه من از دیار بزرگتره؟ حتی اونم بخشیدی. من دیارو نبخشیدم، جونشو بخشیدم. اونم دیگه برام بی ارزشه، مثل تو. همون ساعت، همون جا جشن میگیری. پاشو بینم، میخوایم بریم. کجا؟ پیش ننه بابات. پاشو. باشه، بگیر دستمو. یواش. من که گفتم ما عروسی میکنیم، نگفتم؟ من بعد مواظب رفتارت باش، من دیگه دامادم. را بیافت ببینم. تو پاچم گرسنه مونده، فوری غذاشو بدم. پسرم عزیزم، دلت برای مامان تنگ شده بود؟ قربونت برم عزیزم، بیاین بریم بالا صبحونه بخوریم. نه ممنون خانم دکتر، خیلی ها تماس گرفتن، کار دارم باید برم. جدا؟ باشه، بابت همه چی ممنون. اختیار داری، خواهش میکنم. تو هم مواظب خودت باش. باشه.
خلیل خان سلام، چطوری؟ خوبین؟ ممنون سلین خانم. شما چطورین؟ خوبین ایشالله؟ خوبم، خیلی خوبم. لیلا نگفت قراره بیام پیشش تا باسمان 1 ساعت راهه، میرم و میام. خوبه. چه فکر خوبی کردین؟ به نظر منم فکر خوبیه. ایشالله بیشتر همدیگه رو میبینیم، مگه نه؟ بله البته. شما هم از راه اومدین دیگه، معطلتون نکنم. نه بابا، معطل چیه؟ یعنی خیلی از دیدنتون خوشحال شدم آقا خلیل. خیلی ممنون. روز بخیر. خداحافظ. روز بخیر. میبینمتون. بیا غذا تو بخور. اومدم خلیل خان، اومدم. سلین، نکنه یادت رفته اومدنم و لیلا؟ والا رفته بود. اگه بدونی چه بلایی سرم اومد. ای بابا، تو چرا میلنگی؟ مهم نیستش. دیشب رفتم پیش مریضم، دستش درد نکنه خلیل خان بردم. برگشتنی ماشین خراب شد، بدون آنتن موندیم توی بیابون. خب هیچی دیگه، یه خونه خالی تو روستا پیدا کردیم، تا صبح اونجا بودیم. آها، تو راه خلیل خانو دیدم، حد زدم از اینجا اومده باشه. گرچه فکر نمی کردم شبا با هم گذرونده باشیم. نه بابا، مجبور شدیم تا صبح کنار هم باشیم. آره، ولی مثل این که از این اجبار خوشت اومده، با نیشه باز داری تعریف میکنی. نه خب پرسیدی منم تعریف کردم. ولش کن، بیا بریم اتاقتو نشونت بدم. بیا. مواظب باش.